سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شما میکنیم. امروز 28 ایول است و در برنامه این گزارش ها را داریم. صرف نظر از تمام مشکلات و بحث های دادگاهی، تاجیک ایر امید دارد هواپیماهایش به پرواز می درآید. کارشناسان به این خوشبین نیستند. تحلیلگران تاجیک با اشاره به دورنمای همکاری تاجیکستان با حکومت طالبان مسئله امنیت را پیش می‌گذارند. هیچ یک لایحه اینفراستراکچوری، هیچ یک لایحه لوجستیکی به تامین امنیت عملی نمی‌شود. و در نشست خبری ناحیه خوالینگ مقامداران به پخش مستقیم طریق تلفن اجازه ندادند. همینجا 6 دستگاه نوار برزمه اونم نگفتیم نگی بعد دستگاه شخصی ممکن نیست نوار برد. مسئولین شرکت دولتی تاجیک ایر از قرار دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان راضی نیستند و میگویند برای دفاع از حق خود تلاش میکنند. دادگاه قرار دادگاه‌های دیگر را درباره اینکه تاجیک ایر باید به شرکت لیتوانی 20 میلیون دلار بپردازد قانونی خواند. قبلا خدمات اجرایی تاجیکستان گفته بود برای رویانیدن مبلغ‌های دعوایی شرکت لیتوانی صورت حساب تاجیک ایر حبس شده است. سرنوشت ناروشن این شرکت در نشست فرودگاه بین المللی دوشنبه مطرح شد. سرویناز روح‌الله و برات یوسفی گزارش می‌دهند. مسئولان شرکت ملی هوانوردی تاجیک ایر امید دارند که خلاصه نهایی مثبت شورای ناظران را دریافت کرده و هواپیماهای آنها دوباره پرواز می‌دارند. هرچند آنها با مشکل جدی روبرو بودن شرکتشان را اعتراف می‌کنند. گروه کوری آن پیشنهادهایی که از جانب شریکان تجارتی ما دسترس گردند آموخته ایستادند و ما امیدواریم که خلاصه مثبت واگذاری کرده می‌شود و شروع دیرکتران شروع ناظران پیشنهاد کرده می‌شود و در نهایت حال اما اجازه داده می‌شود که پرواز کنیم. هواپیماهای تاجیک ایر 3 سال باز پرواز نمی کنند. غیر از دعوای سکایروت لیزینگ، تاجیک ایر باز از انداز، معاش کارمندان، فرودگاه، شرکت تامینات سوزشواری و چند جای دیگر قرضدار است. حالا شرکت تاجیک ایر یگان طیاره ندارد. تنها چند چرخبالش طبق قرارداد بعضاً پرواز انجام می دهد. بحث‌های دادگاهی شرکت تاجیک ایر با همکاران خارجی سابقش و در داخل کشور ادامه دارد. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان نیز اعتراف کرد که تاجیک ایر در روبروی مفلس شوی قرار دارد. حلنامه‌های زیادی هم سودهای خارجی هست هم حلنامه‌های سودهای داخلی جمهوری تاجیکستان وابسته به همون چون در رادیو آزادی چاپ شدگی بود که صورت حساب شایع کردن ما با خدمات اجرایی نیز این مسئله مورد کردیم وابسته به پرداخت بعضی مسائل‌های مزد معاش و دیگر مسائلی که بخصوص به روند فعالیت خود تاجیک ایر علاقه‌مندی است به همان ربط داشتن بعضی پرونده‌هایی که هست وابسته به وضع مالیاتی و دیگر حالت‌هایی که به خود فعالیت تاجیک ایر است عین زمان استثمارات اجرایی آنها بازداشته شده. کارشناسان بخش هوانوردی با دوباره فعال شدن تاجیک ایر چندان باور ندارند. به قبل آنها حکومت به جای آنکه این شرکت را از مفلس شوی نجات دهد میتواند 2 شرکت نوی هوانوردی تأسیس دهد. یک کارشناس با شرط آشکار نشدن نامش چنین نظر داد. دوباره فعال کردن این کارخانه با کمک شریکان غیر امکان به نظر می رسد. یکم اکثر هواپیماهای این شرکت حبس شدند. دوم هواپیمای نوی این شرکت به هر جای پرواز کند باز حبس می شود. چون در بیشتر کشورها بحث را به منفعت سکایروت لیزینگ حل کردند. هر پول به شرکت وارد می شود برای قرضهایش از انداز و فرودگاه گرفته می شوند. هیچ شریکی در چنین وضع برای همکاری با تاجیک ایر ریسک نمی کند. با گفته این کارشناس وریانت خوب مفلس اعلان کردن این شرکت و در بعضی آن ساختن یک شرکت نو است. او مطمئن است که شرکت‌های دولتی را بیرحمانه پولش را می‌دزدند. سامون ایر خصوصی بود و به چنین حال نافتاد. به نظر کارشناس مشکل دیگری بحرانی تاجیک ایر آن است که این شرکت را متخصصان خوبی ساحه اداره نمی‌کنند. در حالی که نیروهای اوکراین به حمله جوابی در ولایت خرسن این کشور آمادگی میگیرند، الیزا سلوتکین وکیل کنگره آمریکا از ایالت میچیگان با تکیه به معلومات نهادهای دولتی این کشور میگویند در جریان تجاوز به خاک اوکراین تخمینا 75,000 افسر و سرباز روسیه کشته و یا مجروح شده است.
چند پیش اداره مرکزی اکتشاف آمریکا گزارش داده بود که در جنگ‌های اوکراین کمش 15,000 نظامی روسیه کشته شد. در همین حال ستاره‌های موسیقی و اختیاریان در لهستان و یا پولشا در مرکز گردی هم آمده برای اوکراین کمک می‌رسانند. این مرکز بعد از شروع جنگ روسیه در اوکراین تأسیس داده شد. در آن پناهندگان اوکراینی و افراد مشهور کمک‌های از تمام جهان جمع‌آوری شده را بندوبست کرده به نیازمندان می‌فرستند. در میان آنها گروه راکسرای اوکراینی کالوش هم هست. مومین احمدی گزارش دارد. مرکز کمک به اوکراین در لوبلین لهستان. هر روز در اینجا 150 اختیاری کمک‌های از تمام جهان جمع آمده را جابجا و بندوبست می‌کنند و به اوکراین می‌فرستند. کالتون سمیت اختیاری از کالیفرنیا 2 ماه است در اینجا کمک می‌کند. من در تمام زندگیم با یگان جنگ چون جنگ اوکراین رابطه نداشتم. من وضعی را که از زمان انقلاب سال 2014 به وقوع می پیوندد پیگیری می کردم و نتوانستم بی‌طرف باشم. من در کالیفرنیا کار می کردم و وقتی این حمله صورت گرفت خیلی دلشکسته شدم. من دیگر تبسم کرده نمی توانستم. در میان اختیاریان پناهنده های اوکراینی هم هستند. آنها دوستخانه و کار و نقشه های خود را پرتافته از جنگ فرار کردند. حالا آنها به اوکراینی هایی که در کشور ماندند کمک می رسانند. ما از ماه مارت کار را سر کردیم. 900 اختیاری همیشه آماده است به ما کمک کند. هر روز 40 نفر دیگر برای رسانیدن کمک به اینجا می آیند. ما چیکار میکنیم؟ ما کمک‌های بشردوستانه را که از کشورهای اتحادیه اروپا و بیرون از آن می آیند وابسته به نوع تقسیم و جابجا میکنیم. در هماهنگی با حکومت اوکراین کمک‌ها به مرکزهای یاری رسان این کشور فرستاده میشوند تا به افراد نیازمند رسانیده شوند. تشبثکاران میگویند تا امروز بیش از 6,000 تن کمک بشردوستانه به اوکراین فرستاده شده است. با این تشبث افراد سرشناس مثل غالبان آزمون جهانی اورویدینی ارکستر کالوش هم همراه شدند. ما برای دیدن اختیاریان بزرگترین مرکز ولنتیران اروپا آمدیم تا به آنها تشکر بگوییم و یاری خود را رسانیم. گروه با تشکیل یک کنسرت در لیوبلین اقدام مرکز کمک به اوکراین را دستگیری کرد. آوازخوان‌های خسته ولی خوشبخت همراه با اختیاریان سرود معروفی استفانیا را می‌خوانند. این آهنگ وضع پناهندگان اوکراینی را بازگو می‌کند. آنها به همدیگر قوی و متحد بودن را آرزو می‌کنند و یکدیگر را با آینده روشن دلگرم می‌سازند. برنامه را ادامه می‌دهیم. تاجیکستان اگرچه حکومت طالبان را اعتراف نمی‌کند و آن را بارها تنقید کرده است، اما همکاری اقتصادی با حکومت این گروه را ضرور می‌داند. نمایندگان مرکز تحقیقات استراتژیک که در هیئت تاجیکستان در نشست تاشکند تایید به وضع افغانستان شرکت داشتند، بعد بازگشت درباره نقطه‌های مهم همایش به خبرنگاران معلومات دادند. کارشناسان از آغاز اعتراف همکاری‌های رسمی اقتصادی میان تاجیکستان و رژیم طالبان صحبت می‌کنند. جزئیات این موضوع در گزارش اسکندر فیروز و شهلای عبدالله. مسئولان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگویند با در نظر داشت همسایگی با افغانستان ضرورت ادامه همکاری با این جنبش در کابل وجود دارد. این نکته در نشست خبری که امروز در شهر دوشنبه برگزار گردید بیان شد. چند روز قبل یک هیئت نماینده های تاجیکستان با شمول نمایندگان مرکز تحقیقات استراتژی یک جا با نماینده های وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در تاشکند در کار نشست بین المللی افغانستان امنیت و رشد اقتصادی شرکت کردند. در عموم از آن نتیجه نشستی که دیروز در شهر تاشکند انجام یافت به چنین خلاصه آمده ممکن است که اصلاً
آن طلب‌های یعنی که موقع گیری اصولی که جمهوری تاجیکستان دارد در بین کشورها و سازمان‌های گوناگون بین المللی دستگیری وسیع دارد. راهبری هیئت نماینده‌های این مرکز را معاون راهبر به عهده داشته است. او گفت در این همکاری‌ها تأمین امنیت مهمتر است. هیچ یک لایحه اقتصادی، هیچ یک لایحه اینفراستراکچوری، هیچ یک لایحه لوجستیکی به تامین امنیت عملی نمی شود. از این نقطه نظر موقع جمهوری تاجیکستان خیلی درست است. با تاکید کارشناسان، شرکت هیئت پژوهشگران تاجیک در همایش تاشکند آغاز اعتراف رسمی ادامه همکاری‌های اقتصادی با جنبش طالبان است. چون تاجیکستان برای برآمدن به بازارهای آسیای جنوبی، برای رسیدن به بحر و اقیانوس ها حتما باید که از طریق افغانستان گذشت داشته باشد و هرچی قدری که ما امروز تأخیر کنیم در شروع کردن همکاری ها، همون قدر این خلا را دیگر همسایه های ما وارد به این خلا دیگر همسایه های ما وارد میشن. این در حالی است که تجارت میان تاجیکستان و افغانستان در دوره حاکمیت طالبان از سالهای گذشته دیده بیشتر شده است. با معلومات خدمات گمرک تاجیکستان، آن اساساً از صادرات مال تاجیکستان به افغانستان عبارت بوده در نیم سال گذشته به 40 میلیون دلار رسید. این رقم نظر به همین دوره سال گذشته، یعنی زمانی که هنوز طالبان به قدرت نرسیده بود، بیشتر از 6 میلیون دلار افزوده است. طالبان تقریباً 1 سال می شود که حاکم افغانستانند، اما تاکنون یگان کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. تاجیکستان طرفدار حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکان در آن کشور است. حالا رو می‌آوریم به ولایت ختلان. در آغاز نشست خبری رئیس ناحیه خوالینگ، رهبر دستگاه حکومت محلی به خبرنگاران دستور داد که پخش مستقیم این چاره‌بینی را که توسط تلفن‌های خصوصی موبیلی صورت می‌گیرد بس کنند. این دستور خبرنگاران را ناراحت کرد و بحث به وجود آورد که نتیجه گیری فعالیت این ناحیه در نیم ساله اول را کنار گذاشت. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. خبرنگاران به نشست خبری رئیس ناحیه خوالینگ آماده می‌شوند، اما پیش از آغاز آن فیض‌الله حسین زاده، رهبر دستگاه رئیس ناحیه، به خبرنگاران اجازه پخش مستقیم یا ثبت با تلفن را نمی‌دهد. این باعث بحث می‌شود. خبرنگاران از او می‌پرسند که این ترتیبات را کی و کی جاری کرده است. نوار پوشد خیلی نزدیک بعد رئیس داریم نوارا میتونستن تو است. کجا تا گفتگه؟ خیلی دستور کردیم در نزدیک بعد در بالای منبر کم ترک باید. مسئله دیم قطعی ما یک کجا تا گفتگه ممکن است؟ شما گفتن ممکن است. کجا تا ممکن است؟ خبرنگاران از نشست‌های وزارت و اداره‌های جمهوری یاد آوردند که در آن 10 خبرنگار با تلفن پخش مستقیم انجام می‌دهند. این هم نشست وزارت معارف و علم است که در نزد وزیر 3 تلفن موبیلی نشست را ثبت و پخش مستقیم می‌کند. نه تنها این حالت در وزارت معارف بلکه وزارت کارهای داخلی دیده شد. با وجود این دلیل‌ها فیض‌الله حسین زاده گفت که با تلفن‌های شخصی گرفتن نوار اجازه نیست. همین دستگاه شخصی هر یک آدم است. شما اگر کامیرا می‌داشتید نوار می‌کردید من اون کار نمی‌گفتم. با دستگاه شخصی در بالای میز کاری رئیس در نزدیک کامیرا پر نوار کرده در گرفتن ممکن نیست. همین خیلی التماس همین دستگاه می‌داشتید دستگاه نوار برداری همین 6 دستگاه نوار برداری اون کار نگفتیم. نه که با دستگاه شخصی ممکن نیست نوار برداشتن. این نشست با همین گونه فشارآوری و نیم ساعت نشست خبری با خواندن حسابات گذشت. خبرنگاران هم گفتند که مجیدی مهتدی رئیس خوالینگ پیشتر از نشست‌ها فرار میکرد. اکنون ترتیبات نو جاری میکند. نشست‌های خبری منصبداران از سال 2005 با یک امر پرزیدنت در هر 3 ماه جاری شده، از سال 2011 به این سو هر 6 ماه برگزار میشود. حالا در وزارت و اداره‌های تاجیکستان موافق این امر نشست‌های خبری جریان دارد. خبرنگاران هم سال از سال گله دارند که نشست‌های خبری کم رنگ‌تر می‌شود. حتی برخی رهبران به نشست‌های مطبوعاتی نمی‌آیند. اکنون در برخی از آنها فشار به خبرنگاران مشاهده می‌شود.
маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ ховалинг. ضمناً بیننده عزیز، شاید شما هم میدونید رادیوی آزادی تقریباً از همه نشست‌های خبری در صفحه‌های اجتماعیش بخش مستقیم نشر می‌کند. شما می‌توانید صحبت وزیر و رهبران نهادهای کشور را در صفحه فیسبوک آزادی و هم وبسایت ما ببینید. اخبار آزادی به پایان رسید. مقاله‌های خواندنی و نوار و عکس‌های دیدنی بیشتر در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تلگرام، توییتر پیدا کنید. تا دیدار، خدا نگهدار.